کسی میدونه اسم این دستگاه چیه؟ یا اصلا چرا ساخته شد؟ خیلی ها اسمش رو نشنیدن، اما سالها پیش برای هزاران کودک این قفس فلزی تنها فاصله بین نفس کشیدن و مرگ بود. دستگاهی که وقتی واردش میشدی یعنی ریه های خودت دیگه از کار افتاده بودن. خب حالا کسی این دو نفر رو میشناسه؟ شاید اسمشون رو شنیده باشید، اما چیزی که شاید ندونید اینه که دنیا خیلی به این دو نفر مدیونه. چون اگه تلاش‌های این دو نفر نبود، خیلی از انسان‌ها شاید مجبور بودن برای نفس کشیدن سالهای زیادی از عمرشون رو داخل همین دستگاه فلزی بگذرونند. حالا تصور کنید وسط یک تابستان گرم و داغ هستید. پارک‌ها خالی‌اند، استخرها و سینماها تعطیل شدن و هیچ مادری به بچه‌ش اجازه نمیده حتی به یک تجمع شلوغ نزدیک بشه. یک ترس مطلق جامعه رو گرفته بود. ترسی از یک قاتل نامرئی. هیچ کس دقیقاً نمیدونست این بیماری چطور منتقل میشه. آیا از طریق آب آلوده منتقل میشه، از هوایی که تنفس میکنن، یا از طریق تماس با افراد یا اشیاء آلوده؟ تنها چیزی که والدین میدونستن این بود که یک ویروس بیرحم در کمین بچه‌هاشونه. ویروسی که یک کودک کاملا سالم و شاداب رو ظرف چند روز به طور کامل زمینگیر میکرد. از همه ترسناکتر این بود که هیچ کس نمیدونست دفعه بعد نوبت کدوم بچه است. بعضی از بچه‌ها زنده میموندند اما عضلات تنفسیشون فلج میشد. برای اینکه زنده بمونن و فقط نفس بکشن باید تمام عمرشون رو داخل یک قفس غول‌پیکر فلزی سپری میکردن. قبل از اینکه اسم این بیماری مرموز و اون دستگاه غول‌پیکر رو بهتون بگم، ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ رو کردن اسم بیماری و فاجعه‌ای که در ادامه رخ داد. اسم این بیماری فلج اطفال یا پولیو بود و اون قفس فلزی ریه آهنی نام داشت. دستگاهی که با تغییر فشار هوا به بدنی که دیگه توان نفس کشیدن نداشت کمک میکرد زنده بمونه. دنیا ملتمسانه منتظر یک معجزه بود تا اینکه دانشمندی به نام جوناس سالک وارد میدان شد. ایده سالک ساده اما هوشمندانه بود. سالک از خود ویروس فلج اطفال استفاده میکرد، اما ویروسی که با فرآیندهای شیمیایی کاملا کشته و غیر فعال شده بود. در سال 1955 خبر بزرگی پخش شد. واکسن سالک ایمن است. صف‌های طویل واکسیناسیون شکل گرفت و مردم نفس راحتی کشیدن، اما دنیا عجله داشت. میلیون‌ها کودک باید سریعاً واکسینی می‌شدند. دولت آمریکا به چند شرکت مجوز تولید انبوه داد و دقیقاً همینجا اولین دومینوی فاجعه افتاد. یکی از این شرکت‌ها لابراتوار کاتر بود. در فرمول و پروتکل واکسن سالک ویروس باید کاملا غیر فعال میشد، اما وقتی پای سرعت و تولید میلیونی وسط اومد، نظارت‌ها و کنترل شکست خوردند. در آزمایشگاه کاتر ویروس‌ها در بعضی سری‌های تولیدی به شکل کامل کشته نشدند. چیزی که قرار بود سپر دفاعی بدن بچه‌ها بشه، حالا خودش حاوی ویروس زنده و فعال بود. ویال‌های آلوده پلمب شدند و بدون اینکه کسی متوجه این فاجعه بشه، مستقیم به کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها رسیدند. روزی که واکسن‌ها تزریق شد، کابوس جدید شروع شد. به جای اینکه واکسن جلوی فلج شدن بچه‌ها رو بگیره، خودش بیماری رو به بدنشون وارد کرد. حدود 120,000 کودک واکسن‌های آلوده شرکت کاتر رو دریافت کردند. آمارها هولناک بود. نزدیک به 40,000 کودک دچار علائم شدند. بیش از 150 کودک برای همیشه فلج شدند و 10 کودک جان باختند. اما نکته افشاگرانه پرونده این بود: مشکل علم و فرمول واکسن سالک نبود. مشکل بی‌دقتی و نبود کنترل و نظارت در خط تولید شرکت کاتر بود. پرونده کاتر مسیر حقوقی دنیا رو برای همیشه تغییر داد و قانونی را پایه‌گذاری کرد به اسم مسئولیت محض تولید کننده. طبق این قانون حتی اگر یک شرکت داروسازی ادعا بکنه قصدی برای آسیب زدن نداشته، اگر محصولی خطرناک وارد بازار کنه، تمام مسئولیت جانهای از دست رفته مستقیما بر عهده اون شرکته. واکسن کاتر جمع‌آوری شد، اما داستان به همینجا ختم نشد. در حالی که واکسن تزریقی سالک زیر سایه سنگین فاجعه کاتر قرار گرفته بود، دانشمند دوم وارد میدان شد: آلبرت سابین. سابین ایده متفاوتی داشت: قطره خوراکی. او معتقد بود قطره خوراکی هم ارزان‌تره، هم نیازی به سرنگ و تزریق نداره و از همه مهمتر زنجیره انتقال ویروس در جامعه رو خیلی سریعتر قطع میکنه. ولی واکسن سابین یک راز نگران کننده داشت. برعکس واکسن سالک که ویروس در اون کاملا کشته و غیر فعال میشد، واکسن سابین حاوی ویروس زنده اما ضعیف شده بود و این یعنی یک ریسک پنهان. در موارد بسیار نادر این ویروس ضعیف شده وقتی وارد بدن میشد میتونست جهش پیدا کنه و خودش باعث نوعی فلج به اسم VAPP بشه، یعنی فلج ناشی از تزریق واکسن. حالا جامعه بعد از فاجعه کاتر سر یک دوراهی خطرناک قرار گرفته بود. باید واکسن تزریقی سالک با ویروس کشته شده که کاملا ایمن بود اما تولیدش دقت بالایی میخواست رو انتخاب کنن.
یا قطره خوراکی سابین که توزیعش راحت بود و اما ریسک ناچیزی برای ایجاد بیماری داشت. پشت این رقابت دیگه فقط بحث سلامت مردم نبود. پای شهرت علمی، نفوذ سیاسی و بازاری چند صد میلیون دلاری در میان بود. آمریکا برای چند دهه واکسن خوراکی سابین رو انتخاب کرد و ویروس فلج اطفال تقریبا نابود شد. اما وقتی خطر ویروس وحشی رفع شد و به لطف واکسن سابین بیماری فلج اطفال فروکش کرد، مسئولان با حقیقت عجیب روبرو شدند. حالا خود واکسن زنده سابین بود که داشت موارد معدود فلج اطفال رو ایجاد می‌کرد. بنابراین در سال 2000 میلادی آمریکا قطره سابین رو کنار گذاشت و دوباره به چی برگشت؟ به همون واکسن غیرفعال جوناس سالک. همون واکسنی که سالها قبل فاجعه کاتر روش سایه انداخته بود. در نهایت نه سالک کاملا برنده شد، نه سابین کاملا بازنده. هر دو واکسن در دوره متفاوت نقشی اساسی در مبارزه با این بیماری داشتند. فاجعه کاتر اثبات کرد که خطرناکترین نقطه در پزشکی خود علم نیست، بلکه جاییه که علم بدون نظارت و با عجله تسلیم سرعت و بازار میشه. چیزی که بعد از فاجعه کاتر اتفاق افتاد به ما نشون میده که چطور یک اشتباه میتونه قوانین نظارت بر محصولات پزشکی رو برای همیشه تغییر بده. اگه شما در اون دوران بودید، بین واکسن ایمنتر سالک و واکسن سریعتر سابین کدوم رو انتخاب میکردید؟ تو کامنت ها بنویسید. اما اگر فکر میکنید این تاریک ترین پرونده تاریخ پزشکی، سخت در اشتباهید، چون در فاجعه کاتر ماجرا فقط یک اشتباه در خط تولید واکسن بود، اما در پرونده بعدی درباره آزمایشگاهی که یک دولت 40 سال با آگاهی کامل، با یک جنایت آگاهانه، سیستماتیک و سازمان یافته یک بیماری رو در بدن انسانها درمان نکرد تا مرگشون رو تماشا کنه. بیماری سیفلیس تازکگی. اگه میخواید بدونید چطور یک مطالعه و تحقیق پزشکی به یکی از زشت‌ترین، شرم‌آورترین رسوایی‌های اخلاقی تاریخ پزشکی تبدیل شد، کانال مدراز رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو بزنید تا پرونده سیاه تازکگی رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی شاد و تندرست باشید.